امارت اسلامی از موقف رئیس جمهور قرقیزستان که از جهان خواسته بود تا حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت بشناسد استقبال کرده است. ملا حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید قرقیزستان واقعیت افغانستان را درک کرده و در حال حاضر روابط کابل و بشکک به خوبی جریان دارد. این استقبال پس از آن صورت گرفته که صدیر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان در گفتگو با خبرگزاری TRT از رهبران کشورهای اروپایی و دولت امریکا خواسته تا حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت بشناسند و پول منجمد شده افغانستان را آزاد کنند. او گفته امارت اسلامی یک واقعیت است و چی بخواهیم یا نخواهیم در سراسر افغانستان حاکمیت دارد. برای بحث بیشتر در همین مورد آقای محمد سلیم پیگیر آگاه امور سیاسی را هم از طریق تلفن با خود داریم و بیشتر در این مورد با اونا بحث میکنیم. پیگیر صاحب سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام پیگیر صاحب، ممنون از که وقت دادین. پیگیر صاحب، رئیس جمهور قرقیزستان امارت اسلامی را یک واقعیت گفته و از جهان خواسته که حکومت کنونی در افغانستان را به رسمیت بشناسه. به نظر شما چی چیز باعث شده که رئیس جمهور قرقیزستان در حالی که همسایه افغانستان هم نیست قرقیزستان، ولی رسمیت شناختن حکومت افغانستان را به دنیا پیشنهاد میده؟ ببینید، واقعیت عینی جامعه امروزی افغانستان همیست که امارت اسلامی افغانستان امو شرایط را که جامعه جهانی و جهان ما را به رسمیت بشناسه پوره کرده. یعنی که در خاک افغانستان، در وجب خاک افغانستان حاکم است. مردم در افغانستان زندگی میکنه تحت حاکمیت امارت اسلامی افغانستان و جغرافیای وجود داره به نام افغانستان. پس جامعه جهانی حتمی است که امارت اسلامی افغانستان رو به رسمیت بشناسه و قرقیزستان که همانطور شما گفته با وجود که همسایه ما نیست، ولی جز کشورهایی است که خود را نزدیک به مردم افغانستان میدانه و کشورهایی که بهانه‌هایی میکنن، خصوصا همسایه‌های دور و نزدیک ما که ما را به تروریسم تهمت میبندن و بعض مسائل دیگر بالای ما تحمیل میکنن، اونا همیشه با ما مشکل داشتن. ولی واقعیت عینی هم نیست که جامعه جهانی وقتش رسیده که امارت اسلامی افغانستان به رسمیت بشناسه. بهانه هایی که اونا در مورد کار خانگی ما میکنن، البته وظیفه امارت اسلامی افغانستان است به خاطر که ما دوستای امارت اسلامی افغانستان به سطح جامعه جهانی نشرمانیم. بعض کارهای داخلی خود ماست، اونا را هم باید انجام بدیم. ولی وقتش رسیده که جهان امروز امارت اسلامی افغانستان به رسمیت بشناسه که بسیار زیاد به نفع مردم افغانستان تمام میشه. افراد اشخاصی که در خارج شیشتن و نوز هم دول میزنن، اونا خو آرام شیشتن، اونا حداقل سوسیال دارن، باز پولای انگفت دزدی کردن با خود بردن و اونا در جلسات جهانی که دعوت میشن، اونا دلایلی که منطق ندارن میارن که امارت اسلامی افغانستان نباید به رسمیت شناخته شود. اونا از عقده‌های شخصی خود صحبت میکنن و میگن که نباید شناخته شود به خاطر که اونا قدرت و پول و چوکی همه چیز از دست دادن. بله. و جامعه جهانی را باید درک کرده در مورد افغانستان تصمیم بگیره. و پیگیر صاحب، از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان بیش از 3 سال گذشت، ولی تاکنون هیچ کشور به صورت آشکارا البته برای رسمیت شناسی حکومت افغانستان قدم بر نداشته. چرا کشورها منتظر یکدیگر هستند پیگیر صاحب؟ ببینید، جهان همگی حال وابستگی های خود داره. حتی کشورهای نزدیک خود ما فکر میکنیم، مثلا چین با ما سفیر ما را پذیرفته، سفیرش در افغانستان هست.
حتی سفیر ما رئیس جمهورش پذیرفت. یعنی به این معناست که این خود به خود به رسمیت شناختن است، ولی تنها از اعلامیه ها میترسند که دلیل سال بر شما میگم. این چین سالانه $1 تریلیون تجارت داره با امریکا و میترسه اگر من پیش قدم شوم امارت اسلامی افغانستان به رسمیت بشناسم، میشه که تحت تذیرات امریکا بهم و $1 تریلیون از دست بدم. بینما سایر کشورها هر کشور که شما میگید که بسیار به ما نزدیک هستند، ولی اونا از ترس از این که کشور بزرگ مانند امریکا از نگاه اقتصادی، سیاسی، نظامی روابطشان تیره نشه و بسیار چیزها را از دست نتن، نمیخواهند که ما را به رسمیت بشناسند. ولی من باور دارم که بعد از انتخابات امریکا نیز سیاست روشن، منطقی و درست را هم در مورد افغانستان تکویس که اتخاذ میکنه، به خاطر که ما شاهد بودیم که در زمان آقای ترامپ بود که مذاکرات دوحه شروع شد، مذاکرات دوحه به پایان رسید، پروتکل امضا شد و منتظر هستیم که مو تعهدات را که امریکا در زمان ترامپ به مردم افغانستان داده او را عملی بکنه و امارت اسلامی افغانستان به رسمیت بشناسه. پیگیر صاحب، آیا رسمیت همین نیست که کشورها از هر لحاظ چی سیاسی، چی اقتصادی و تجارتی با هم روابط داشته باشند که همکنون افغانستان نه تنها با کشورهای همسایه خود بلکه با کشورهای دورتر هم چنین روابط را دار؟ اگر که این رسمیت باشه خو همکنون از سوی بیشتر کشورهای امارت اسلامی به رسمیت شناخته شده یا نه رسمیت چیز دیگری از پیگیر صاحب؟ ببینین خب من بیشتر اشاره کردم که تا سفیران رئیس جمهور پذیرفته و این معناست که در رسمیت شناسی به خاطر کناس سفیر پذیرفتن و سفیرشان هم در کابل فعال است. ولی ما منتظر اعلامیه استیم که در اون اعلامیه ذکر شود که ما امارت اسلامی افغانستان به رسمیت میشناسیم تا ما بتانیم کرسی‌هایی که در سازمان ملل متحد، در سایر سازمان های بین المللی داریم او را به دست بیاریم. بله. هدف ما ایست مبارزه و تمام افکار ما که ما هر روز به خرج میتیم نمیست که اعلامیه های رسمی باید شود که ما رسما به رسمیت شناخته شویم. ما قبول دارم که کشورهای روسیه، ایران، چین، پاکستان بسیار کشورهاست که سفیرایشان در افغانستان فعالیت میکنه و سفیرای افغانستان در کشورهایشان فعالیت میکنه و اونا پذیرفتن، ولی از ترسشان از امریکاست که اگر ما این رسمی اعلان بکنیم زیر تذیرات امریکا نبهیم. بنان منتظر هستیم. ما باور دارم که بعد از 3 ماه موضوع افغانستان به جهان روشن میشه، ولی ما هم باید آمادگی هایی داشته باشیم. آمادگی های داخلی داشته باشیم که تا دوستای ما که میخواین ما هرچی زودتر به رسمیت بشناسه مانند روسیه، چین، ایران، کشورهای آسیای میانه که بسیار روابط خوب داریم که اونا همیشه خواهان صلح و ثبات دائمی در افغانستان هستند، اونا رو شرمنده نسازیم و اونا پیش قدم شوند. مثلا کرغیزستان از جمهورش میگه که باید به رسمیت شناخته شه. اگر می سوال از پیش بکنیم خیلی خود پیش قدم شو، با وجودی که اونا کارهای خود کردن، مثلا از لیست سیاه رهبری امارت اسلامی افغانستان دور کردن، قزاقستان، کرغیزستان، بسیار روابط نیک داریم. چند روز پیش معاون اداری امارت اسلامی افغانستان با ازبکستان سفر کرده بود، فقط 1 هفته پیش در اونجا بسیار خوب استقبال شد و همین اکنون وزرای ما در کشورهای خارج میرن سفر میکنن و جلسات اشتراک میکنن. بنابراین همه دستاوردهایی است که باید ما داشته باشیم، ولی منتظر هستیم که اعلامیه های رسمی
در مورد افغانستان شهرمان کرده که رئیس جمهور قزاقستان گفته جامعه جهانی ما باور دارم که افغانستان نمیشه که یک کشور تنها به رسمیت بشناسه. این باید گروهکی باشه، یعنی چندین کشور یک جای در یک روز اونا امارت اسلامی افغانستان به رسمیت بشناسند. این کار میشه و انشاءالله در روزهای نزدیک هم منتظر خواهد بودیم و شاید خواهد بود. و اگر که پیگیر صاحب متوجه شده باشین تمام کشورهایی که خواستهایشان هم مطرح میکنند و تلاششان هم من فکر میکنم همه قسم است تا یک جایی امارت اسلامی آشکارا به رسمیت شناخته شود. بله، ما هم به این نتیجه رسیدیم که یک کشور این کار نمیکنه و از قرائن از عرفات معلوم میشه که در قدم اول کشورهای شرقی مانند روسیه، چین، ایران، هند، پاکستان، جمهوریهای مجموع جمهوریت‌های آسیای میانه، روسیه سفید، اینا به طور دسته جمعی امارت اسلامی افغانستان به رسمیت بشناسه و در بالوش کشورهای مالزیا، اندونزیا است و بعضی کشورهای غربی است که اکنون آگاهی دارم که اونا سر این موضوع بحث میکنن. مثلا ببینید کشورهای اروپایی، جرمنی، هلند، انگلیس ها سفیرای جمهوریت اخراج کردن. اینا آمادگی میگیرن که سفارت‌ها رو به ما بسپارن و آهسته آهسته ما بریم به طرف رسمیت شناسی. بله پیگیر صاحب، اگر که مصاحبه رئیس جمهور قرقیزستان که با یک خبرگزاری ترکی داشت شنیده باشین، رئیس جمهور قرقیزستان گفته که امارت اسلامی یک واقعیت است و چی بخوایم یا نخواهیم در سراسر افغانستان حاکمیت داره و گفته که منزوی کردن افغانستان راه حل نیست. به نظر شما این چی پیام میرسانه به دنیا، به خصوص به کشورهای غربی؟ نه تنها رئیس جمهور قرقیزستان گفته که امارت اسلامی افغانستان یک واقعیت است. این آقای ترامپ هم میگه، کشورهای غربی همشون میگه، کشورهای شرقی هم میگن امارت اسلامی افغانستان یک واقعیت است و نمیشه که بدون امارت اسلامی افغانستان هیچ موضوع در قبال افغانستان ما حل بکنیم. و همچنان جلساتی که درباره افغانستان در گوشه میشه، ببینید شما نماینده های امارت اسلامی افغانستان وجود دعوت میشه، ناممکن است. بیشتر گفتم همون شرایط را که حاکمیت دارن در افغانستان، در وجب خاک افغانستان، هیچ یک متر خاک افغانستان هم دست دیگه گروه ها نیست. پس یک واقعیت عینی و ذهنی مردم افغانستان است که اون امارت اسلامی افغانستان فعلا حاکم است. این کس خواسته باشه نخواسته باشه، ولی باز تکرار میکنم که وظیفه امارت اسلامی افغانستان است که در بعض مسائل که جامعه جهانی ما را همیشه انتقاد میکنه و در مجلس انتقاد میکنن بالای ما، این موضوعات مربوط خود افغان هاست که عاجل باید ما حل بکنیم تا کشورهایی که با ما روابط خوب دارن اونا سریعا ما را به رسمیت بشناسن. اونا رو دیگه منتظر نمانیم در بعض مسائل که مربوط سازمان ملل متحد میشه که در اوجه حکومت‌های قبلی افغانستان تعهدات دادن و امضا کردن، در اون ما باید پابند بمانیم. در این مسائل هم که ما مراحت بکنیم و باور دارم که نه جهان دیگه بدیل داره، نه مردم افغانستان یک قطع است، یک کس قبول کنه نکنه. بنان اگر ما این مشکلات های کمک داخلی خودم که بسیار آسان، بسیار موضوعات عادی که مربوط تعلیم تربیت دخترها و دیگه پامیش این حل بکنیم، انشاءالله ما باور دارم که تا ماه عمل عمل میشه. دیگه بهانه‌ای نیست برای کشورهای غربی و شرقی که اونا در مورد برسمیت شناسی در ما بهانه بگیرن. دیگه بهانه نمیمانه. این چند موضوع کوچکه که
ما حل بکنیم، من باور دارم که همه مسائل افغانستان حل میشه و ما بیشترین کمک ها را به دست میاریم و ما میتونیم قراردادهای بزرگی را در مورد معدنهای خود با کشورهای بزرگ که اونا میتونن ما را در این اصلا کمک بکنن به دست بیاریم و اقتصاد ما، زراعت ما اکنیست که پیشرفت میکنه. ما میتونیم که امروز و فردا این فضای اقتصادی افغانستان مدیریت کنه و این گسترش بده. تشکر پیگیر صاحب، ممنون از که وقت دادین، ممنون از که در برنامه اشتراک کردین. خواهش میکنم، زنده باشید. وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدار. محمد سلیم پیگیر آگاه امور سیاسی بود که در مورد گفته های رئیس جمهور قرقیزستان که به جهان پیشنهاد کرده که باید حکومت امارت اسلامی به رسمیت شناخته شود، در این مورد با پیگیر صاحب بحث داشتیم.